باخته بود از روی نتیجه خالها. یعنی اون نوبت 3 راوند با پرگی تلاش کرده بود. حالا موین غفورов اکنون با رینگ میبراید. موینه که 15 پیروزی دارد و 2 باخت. رقیب موین غفورов ورزشکار برزیلیایی آلیاندرو ایسا، مکتب گرپلینگ، مکتب جیوجیتسو 3 کرات عنوان قهرمان جهان جیوجیتسو را با دست آورده است. وزنش 62 کیلو، قدش 1 متر و 70 سانتی متر را تشکیل می‌دهد. اولین مراتبه دیبیوت کرده سال 2006 طریق نکاوت 2 رقیب و حالت سابمیشن میگویند باقی کردن 10 بار مراتبه موفق گردیده است. از روی حالنامه داوران 4 بار پیروز شده است. 2 مراتبه طریق نکاوت شکست خورده است. 2 مراتبه دیگر طریق سابمیشن همون حالت باقی کردن خود مبتلای همون باقی رقیبان شده است. از روی حالنامه داوران 2 مراتبه نیز شکست است. در شرکت با نفوذ UFC برآمد کرده است. همگی 5 رقابت در UFC گذرانده است. شروع از سال 2014 تا سال 2016 در شرکت با نفوذ UFC با 2 پیروزی و 3 باخت آن را جنببست کرده است. شروع از سال 2011 تا این جانب در شرکت آوان FC یا وان چمپیونشیپ میگویند مبارزه کرده است. در این شرکت آوان FC 6 پیروزی دارد، 1 مراتبه مغلوب شده است. 3 مراتبه آخران پای در پای رقیبان را مغلوب کرده است. یک از ورزشکاران بهترین، دومین در فهرست بهترین ورزشکاری آوان چمپیونشیپ در وزن نیم میانه به حساب می رود. اکنون بگویم اگر که نبرد جیوجیتسو، مکتب جیوجیتسو بر مقابل سامبوی محاربه پس خطا نخواهیم کرد. آخران مراتبه این ورزشکار برزیلیایی با رامان آلوارز مبارزه برده بود. طریق سابمیشن حالت باقی کردن او را شکست داده بود. یکی از ورزشکاران خیلی هم نامدار روسیه را مغلوب کرده است، یوسف سادولایف. او یکی از ورزشکاران خیلی مشهور بود که او را در آوان چمپیونشیپ 8 سال 2013 این ورزشکاری برزیلیا مغلوب کرده است. 35 سال دارد برزیلیایی و مهم باشد همگی با 22 سال بر مقابله می براید. یعنی قریب ببینید چند قدر فرقیت است، زیاده از 10 سال. اما موین به همه نگاه نکرده آخران مراتبه تاکید کرد که من آماده‌ام. And martial arts fans from all around the world, welcome to the most exciting global martial arts event, One Championship. سراول معرفی از موین غفورov. کنجی کبود موین است. It is One Championship, Kingdom of Heroes. So get ready for a night of non-stop martial arts action. And now, this match is 3 rounds of 5 minutes in a one. 3 راوند مقرر شده است و هر راوند عبارت از 5 دقیقه. سراول بلو کورنر یا کنجی کبود موین غفورov معرفی میگردد. Holding a mixed martial arts record of 14 wins and 2 losses. Training at a Taj 15 پیروزی 2 باخت برای موین میبینند. تاج فایتر. Please welcome Muin Tajer. موین تاجیک. اکنون رقیب موین را با طور رسمی معرفی میکنند. 3 کرات عنوان قهرمان جهان جیوجیتسو است. رکوردی 16 بر 6 است.
مکتب جیوجیتسوی برزیلیا برای همگان معلوم است، دیگر حاجت برای تفسیر و شرح نیست. لیاندرو ایسا حالا راوندی اول یوجی شیمادا اکنون جفت را دعوت میکند نزدیکش و رقابت آغاز میشود. قاعده هایی که در MMA موجود است و ضربه های ممنوع را همچنین میفهماند. اکنون گل دختران تایلندی ما را به راوند اول میبرد. آماده هستند. گو رفتیم. موین اکنون از کنجی کبوت است و لیاندرو ایسا موین در ضربه زدن. اوهو ببینید اکنون موین چند ضربه خیش را به کار برد، اما ایسا نیز بسیار کاردان است. جستو چالاکی ایسا را اوهو آن این حالت دیگر است. موین نباید که او را میگذاشت برای افتادن در زمین، چون که مکتب جوجیتسو بسیار هم خوب است. این حالت برای موین خیلی هم مشکل است. موین باید در راستا کار کند، هیچگاه برای رقیب نگذارد که رقیب در حالت پارتری کار را انجام دهد، وگرنه کار پارتری ایسا خیلی پرقوت است. باید سر اول از این حالت مشکل خود را برآورد موین. نه، اگر راستا مبارزه برد موین خوبتر است فکر میکنم. اوه موین یک نوبت دیگر رقیب را میبرارد و حالا ببینید خود را دفاع میکند. نه، در حالت افتیدن برای موین مشکلی میآورد و باید راستا مبارزه برد، اما موین به این نگاه نمیکند، رقیب را سمت دیگر هوا میدهد. امکانیتی برای ضربه زدن باید خوبتر بود. اما این اکنون فاصله را نگاه میدارد. الکی احساس کرد که کار در پارتر برای اون رنگی نمی شود، اما این ضربه های جیب و هوکی را به کار میبرد. فاصله را دورتر میگیرد، حالا نزدیکتر ایسا میگردد. این عنوان قهرمان جهان جیوجیتسو در پارتر خیلی کارش خوب است. باید احتیاط باشد موین غفوروف. اوه طرق دست چپ موین ضربه قوی را به کار برد، اما ایسا باشد هنوز هم در جستجوی موین است. نه، هنوز ضربهش به هدف نمیرسد. موین از دو سم ضربه میزند و ایسا باشد بسیار ماهرانه کار را به پیش میبرد. از ته منع ظهور نور محمدوف برای موین مصلحت میدهد، اما احتیاط به هر حال برای موین غفوروف لازم است که فاصله رو نگاه دارد. بله، یک ضربه خیلی قوی تمام. این آفرین، این از ضربه قوی موین کار را انجام داد. طرق دستی چپ ماهرانه، هوکی خیلی هم قوی. آفرین موین، ما باوری داشتیم به موین و این ضربه حل کننده بود. ظهور نور محمدوف عطب خاکی فکرون این موین را احسن میگویم. ببینید چگونه ضربه قوی بود. طرق دست چپ. حالا میبینیم حالت تکرار را. بسیار دست راست کار را انجام داد. با دست راست موین یک ضربه زد که رقیب بس پای افتید. آفرین، همین ضربه مردانوار همین است، ضربه حل کننده که نام تاجیک را نشان داده است. ببینید حالت تکرار را. آفرین، دیگر حاجت برای سابمیشن نیست. حالت بکار بردن در زمین دیگر حاجت نمونده است. آفرین، همین انتظار بودیم دوستان عزیز. همین ضربه حل کننده که از جانب موین غفوروف بود. بازگشت قادرانه موین غفوروف به عنوان چمپیونشیپ. آفرین، این کار دیگر است تماما. ببینید عکس پیشوای ما پیش موین است و پرچم مقدسات ملی، به خاطر که ما همه زیر همین پرچم میزنیم. زیر همین پرچم به خاطر آبادی، به خاطر پیشرفت، به خاطر ظفر، به خاطر پیروزی. همین ضربه که حل کننده است. ما از موین باوری داشتیم. پهلوانان تاجیک، ورزشکاران اصیل تاجیک همیشه قوه دارند.